سلام همه بچه امیدوارم حالتون خیلی خیلی خوب باشه و خوش اومدین به یک ویدیو دیگه. بچه این گیم هم بریم مید لین یه هیروهایی SF بخوام واسه اینا بزنم یه ذره خوب نیست جلو این هیروها، ولی میرم بازم سیرم زد جلو. یه تانگو بدید به من نوی. thank you so much. بچه ها لایک بزنید ببینیم از این هاسکره جیری میگیریم یا کونمون میذاره. این فایتمون خدای خیلی خوبه ولی بی کیبی لازمی. یعنی علنا چیکار دو تا دکل دارن، یه دونه این میخواد به کاره سیف شده اون با 6 به کاره، هی بکشه. نگم بشه گلدو برمی‌داشتی سری من مونگو می‌آوردم. Our allies' town needs help. Our allies' town needs help. آخ میس نده خب اینو. مانا ندارم نه دستاتش مونگو من زدم بگیره نگرفته. ای بابا شانس ما رو خراب کردیم.
کیر توش بره. ریدم کویلم نخورد. دنبال کیل گرفتن از اینم با ولش کن. بیا برو استک کن. این پسخلا استک نکردم جلو این. یا. Our allies' town needs help. Our allies' town needs help. Our allies' town needs help. فقط تلاش کردم که اینو عقب بندازم. خودم هم عقب افتادم. یعنی میرفتم از اول بازی استک میدادم خیلی بهتر بود. Our allies' town needs help. Our allies' town needs help. چقدر مون دار ملتت بیاد.
یولمون رو بیاریم. فعلا که نمیشه رفت حاجی زیر اسه. میگم زیر هاسکره. هاسکره ششگونه میزنه. کن ببین. رو بیس یارام زدن لینا رو. فعلا تر از این نمیتونم. اینم از یول ما. اونا رو هم پر کنیم. تیک دارم حاجی. Our allies' town needs help. Our allies' town needs help. کابه رو بکنیم. اگه تیم دیگه استان نداریم. اما لیو ما رو نترسونی. دست لیونا بیزاریم خدایی. نمیرسه. بدم نمیتونم تیپ بدم آجی. اوه ها. والا آسکیره هم که اونم رفت اون بر فارم. بریم پایین ببینیم بورسا هم آجی. اونم اگری میخوام تو اینجور فایت هم. من برم. Our warriors have engaged the enemy.
help. آی یورسای اونجا بود تاجی. وای نیدم. آی یالله اونجا چی کار میکردی؟ یسه؟ تمام. وای حاجی اتکون ننداختی. دو دادم اتکون مینداخت مرده بود. اتکون ننداخت. حساب کتابم درست بود ولی هیرو دیگه نتونست چون موومنت اسپیدش بالاست. میبرم بریم به دردمون میخوره. شد لولش 13 حاجی. اسکری چیز اینجاست. اینجا رو نگاه. Our allies' town needs help. نمیدونم 6 یا شده. احساس میکنم 6 نداشته چی. یه باز ریسک نکردم. اینم که از جلوش میزنم که قشنگ دمیج نخوره. Needs help. آره منطقه تو چقدر تو سفتی. باز تأثیری نداشت. پایپ هم داشت. کم دمیج زد. زولوس چی داره؟ آقا نمیشه میاد. رو بس بخیل. اوه Our allies' town needs help. ببخشید عمو لیونه.
داداش داداش آه. یه ریجنی چیزی به ما بیده. این یورسا سلام همون یورسا. اون لال چه میگردی یورسای رفته از این شهر. داداشم یورزا مثلا میخوای بپر رو من؟ ما صفر میجه. علی آسکرات جلوم خوب وایساد، کیل نداد. سلمان بابا کیل نداد. عالی. سلام آقا بچه‌ها، این بار تو خیلی خیلی خوب باشه و خوش اومدید به اولین ویدیو آموزشی چنلمون. درخواستا رو دیدم اما بچه‌ها اکثرا گفتن که بذار، مخصوصا SF رو که اولین ویدیو هم گفتم با SF شروع کنم. لولا رو، آیتما رو، تالنت و حالا لسیت که چیزایی بهتون میگم. آیتم و ایول و دگر CC اینا مثلا پای 6 کنید و حالا پیلیمیر و اینجور چیزا بهتون میگم که امیدوارم به دردتون بخوره. ببینم بچه‌ها لولای SF لول یکش از 90 تا 300 تا دمیج میزنه دیگه، زده دیگه لول 1 لول 2 لول 3 لول 4 و استکاش هم که زده دیگه 50 60 70 80. شما وقتی که میخواید استک بدید اولی 300 تا دمیج میزنه کویلت، دومی 300 تا رو زد 80 تا دمیج میزنه، سومین کویلی که میخواید بدید یه 300 تا که میزنه 2 تا 80 تا دمیج میزنه، یعنی داره استک میشه، یعنی هر چقدر استک میره بالا اون 80 تا میشه 160 تا، هی ضرب در 2 ضرب در 3 ضرب در 4 میشه. یعنی هر چقدر شما بیشتر کویل بدید استک بشه، یعنی استکاتون به 5 تا 6 تا برسه، اونم ضرب در 5 6 میشه، یعنی 6 تا کویل بدید اون ضرب در 5 میشه.
و دمیج خیلی زیادی هم به انمی میده کویلای اسه. یعنی اگه استکاش نبود واقعا خیلی ضعیف بود. مثلا من 83 که دوش و باز میکنم میرن لین، مونگو هم اینا نیست، یه ذره لینش ضعیف. فرض کنم به خدمت که همون بچه ها سولاش هم که خودتون میدونید دیگه، لول 1 2 3 4 چند تا سول میده. اینجا هم که زده و هر سول 2 تا دمیجه و دمیجایی که میده میتونید تو اتک ریالا اسپل که نه اتک رو یونیت زدن این استفاده کنید. سولار هم که واسه 6 تونه که اگه نداشته باشه 6 تون هیچ دمیج خاصی نمیده. یک به خاطر سولار که تون دمیج میده، دو هر چقدر نزدیک انمی باشید، یعنی برید زیرش کامل با ایول، یعنی بیشترین دمیج رو میتونید شما با ایول بدید. با ابیسالی که مثلا من خودم تو بعضی از فایت ها میگم مثلا وایده رو بگیرم فلان بتونم بکشمش، چون بغلشم دمیج کمتر میدم، ولی خب ایول کنم برم زیر 6 بدم خیلی دمیج بیشتری میده. سه‌شم که آرمون منفیه از 4 تا 7 که اکثرا دیگه 1 2 کامل میکنن، بعد 3 میمونه آخر. حالا اتکر بودید میتونید باز کنید. هم که دیگه خودتون میدونید دیگه، گفتم هر چقدر نزدیک نمی باشید با سولای بیشتر دمیج بیشتری میتونید بزنید. میرسیم سراغ تالنتاش. 8% اسپل دمیج میده، این لولاتون 8% قوی تر میشه، کویلاتون قوی تر میشه. ولی من اینو نمیدونم الان به ذهنم رسید، این 8% به استک های خود اسف هم تاثیر داره یا مثلا این 300 تا رو میکنه مثلا 308 تا، حالا 320 تا دمیج به استک ها هم یعنی زیاد میکنه اون استک میدی مثلا، اینو نمیدونم خودم. اونم که اتک اسپید 20 تا، پلن چپیه 15 30 تا موونت اسپیده. اکثرا همه اونو میگیرن چون اسف واقعا به موونت اسپید نیاز داره. راستیه واسه 3 تونه که میگه آقا اینو بگیرید، افکت 3 تون رو تاورها هم میفته، یعنی 7 رو منفی که شما به انمی میدید به یونیت میدید به تاورها هم میگیره، یعنی تاورها رو میتونید سریعتر بکنید. اگه می‌خواستید تاور بکنید اتکرید، برید اونو بگیرید خیلی بهتره. سمت چپی 20 هم که 150 تا به دمیج کویلتون اضافه میکنه، اونم که سولاتون رو 2 برابر میکنه، دمیجش رو 2 برابر میکنه، هیچ تأثیر رو شیشتون نداره، زده دمیج پر سول. سمت چپی هم که 40% کولداین کل آیتم و لولاتون رو که واقعا که سوپرترین تالنت های سفه. سمت راست هم که 5 تا آرمون منفی به 3 تون اضافه میکنه که بازم میگم با تالنت 15 تون خیلی مچه. باز شرایطیه بازی، بستگی داره چطوری باشه، شما اتکر باشید نباشید، انمی چی باشه، اینا خیلی مهمه. یعنی شما تالنت 25 راستی رو بگیرید 5 تا، این خودش 7 تا بزول بزنید، اینا فکر کنم 7 تا میده. آره 7 7 14 با 5 19 یه از زلتن بزنید 24 تا میتونید آروم منفی بدید، یعنی از شیشه گارد هم قوی تره. شیشه گارد کنم 20 تا میده، لول 6 اگه مکس بشه میتونید 24 تا دمیج بدید، یعنی اینا رو بزنید با یه هکس، یه هیروی مثل آنتی که اگلیش بالاس بگیرید در نمیاد، اتکر باشید. خب اما بچه ها اول بازی شما با اسет میخواید برید لین. اولا ببینید بچه ها، من این چیزایی که میخوام توضیح بدم، ببینید شما خودتون باید دست به موستون، کیبورد، اینا خیلی مهمه. شما اصلا اولا شما باید دست چپتون بزنید تصویرم بودم بالا ببخشید، دست چپتون خب روی کیبورد صاف باشه. یعنی مثلا چطوری بهتون بگم، فکر کنید مثلا انگشت من این اکثرا رو آر باید باشه دیگه، درسته؟ اینا شما رو آر نذارید، دستتون رو کیبورد پخش باشه، آزاد باشه. اینا رو باید یاد بگیرید. من خیلی مثلا تو گیم نت هایی که میریم بچه‌هایی که مثلا بازیشون نگاه میکنم، مثلا لود بازی میکنن که اکثرا سنکینگ مثلا بگیم آقا 1 2 6 رو گرفته، 3 تا انگشتشو گذاشته ای آر سی، دیگه واسه بقیه فکر نمیکنه که آقا تب داری، اسپیس داری، فلان داری، یعنی اون انگشتاشو نمیتونه برداره چیکار میکنه، دوباره میاد کلاشو میکنه رو کیبورد، دنبال چی میگرده، دکمه ای میگرده. ولی اینطوری پلی میدید ببخشید کلا باید دوتا رو بذارید کنار، اصلا اینطوری شما میتونید موقع رانندگی هی به دنده نگاه کنید، نمیشه که. پس چیکار میکنید؟ اولا
دست چپتون که رو کیبورد کلا باید پخش باشه، یعنی همه جا دسترسی داشته باشه، یعنی با یه انگشت سه چهار تا دکمه رو بتونید کنترل کنید بزنید. ERT مثلا F رو مثلا با یه دونه انگشت بزنید، نه با سه تا چهار تا انگشت. بگید من انگشتام بذارم رو کیبورد که یه موقع فایت رو درجا بزنم، نه، شما باید تو لحظه انگشتتون رو بیارید رو سیخ سنگی بزنید یا کویلاتون حتی. من مثلا انگشتام مثلا روی اکثرا 2 3 4 پخش، حالا خب بین E WQ 1 2 3، ولی میخوام کویل بدم اون ستا رو سری میارم پایین، میارم رو زدیکسی، با این شستم نمیدم و من با این ستا میدم، میارم رو زدیکسی کویلامو میدم. اصلا اونطوری نیست که شما انگشتاتون رو بذارید رو کیبورد. این از این. اینا رو تمرین کنید، یاد بگیرید، اصلا به کیبورد نگاه نکنید موقع لول زدن، انقدر نگاه نکنید عادت کنید. اگه نگاه میکنید لول میزنید اصلا رفلکستون خیلی میاد پایین، خیلی میاد. خب بچه‌ها اول بازیه و شما میخواید برید لین. من خودم یکی از بزرگترین اشتباهاتم با SF به خودم لین برم اینه، یه دونه اینو میزنم مثلا میگم آقا چیز میخواد بیاد وسط، پسرایدر میخواد بیاد وسط، با یه دونه این یه دونه دو تا فکر کنم بتونم بگیرم، اینطوری میرم با 4 تا دمیج. خب خیلی اشتباهه، من نمیتونم لسیت کنم با این، چون دمیج خود SF خیلی پایینه، مجبورم کویلام کلا بدم به یونیت. خب این کارو نکنید، شما یه دونه اینو بزنید اگه جلوتون چیزه، یه دونه این، یه دونه مونگو، هم ماجیک میتونید بگیرید تا این پر بشه، شما میتونید با 2 3 تا یونیت زدن اینو کاملش کنید، 2 تا مونگو بیارید جلو بترایدر. حالا من بترایدر مثال میزنم، حالا هیروهای دیگه است، هیروهای دیگه نمیخواد اصلا اینو، شما همینا رو بزنید، 2 تا مونگو، یه دونه این، یه دونه هم که از این میگیرید، یه تانگو میگیرید که اینو بزنید راحت‌تر دووم بیارید. یا نه آیتمای دیگه هم میتونید بزنید، مثلا اینا رو بزنید، یه دونه از اینا بکنم، یه گلدی هم بمونه، حالا چون گلدم 4 کاه نمیتونم دقیق بهتون بگم. اینجور آیتمی هم میتونید بزنید. خب برید وسط، هم مونگو دارید، هم اگیل دارید، هم دمیج دارید، شرطیه. ولی من خب خودتون دیدید دیگه آیتمایی که میزنم همینا. بعد اما بچه‌ها چی در مورد آیتم گرفتن، ببینید آیتما رو با دست نگیرید. ببین همش من خودم یه زمانی خودتون بودم میزدم رو اینجا سلب و اینطوری میگرفتم، خب اینش خیلی اشتباه. شما باید با کیبوردی همه کاراتون رو کنید، موس فقط واسه کلیک راست کردن هیچی نداره، یعنی کل کارتون توی دوتا با کیبورد اکثر. یه دونه لسیده که موس رو میره رو یونیت میزنید، اون کاری نداره. شما کل اینا رو اکثر من خودم همش رو بلد نیستم. این بیچوید اوکی، دگون اوکی، متور مثلا این حروف نداره، خودم یاد نگرفتم، مثلا این حروف نداره، نمیدونم چه دکمه باید بزنیم، ولی خب مشخصه آر روشون زده، تی سی نه همشون زده. مثلا من سی بزنم ازورتو میده، بی بزنم مثلا بی کی بی رو بهم میده. اینا رو هم یاد بگیرید، با کیبورد بگیرید، اس بزن 2 تا اینطوری بزن امیسال شه، نمیدونم سی بزن 2 تا اینطوری بزن این بشه. میای رو کایا بگیری، اینم سیه، اس بزنیم سانگو بهت میده، اینو بزنی وای بزنی بهت یاشا میده، ای بزنی علم. اینا رو هم سعی کنید با کیبورد، یعنی کل کارای شما با کیبورده. بچه آیتما رو میزنید میرید وسط، مثلا میخواید لس هیت کنید. ببینید بچه ها لس هیت، حالا من میانگی میگم شما باید خودتون تمرین کنید، یعنی چیز سختی نیست، یعنی فقط شما با تمرین کردن. خودم هم اینو شما بودم هیچی بلد نبودم از لس هیت کردن، یعنی خیلی از یونیت‌ها از دست میدادم. شما سعی کنید اولا یاد بگیرید چطوری میخواید بزنید. ببینید بچه‌ها خیلی‌ها اس میدن، مثلا اتو اتکشون روشنه، ما اتو اتک هم خالی، این وقتی روشن میشه خود هیرو اتک میده اتوماتیک، هر کی جلوش باشه اتک میده. خب شما اس خیلی مثلا اس میزنن کلیک جاست، اس میزنن کلیک جاست، اس میزنن کلیک جاست، اینطوری یونیتشون رو میزنن. خب خیلی‌ها مثلا ای و اس میدن، اینطوری ای میدن میزنن. خب که من یه مدت اومدم رو ای و اس کار کردم، بعد رفتم 2 تا 2 اومدم دیگه اینو برداشتم، مثلا ای او اس نمیدم، هیرو رو میذارم همینطوری میمونه. تا موقع لس هیت که شما میخواید آخرین اتک رو بدید، صورتتون یعنی صورت هیروتون سمت یونیت باشه، نیاد مثلا اینطوری میکنن بعضی میخوان اینطوری کنن بعد لس هیت میکنن اینطوری.
خب ببین اینطوری هیرو دیلی پیدا میکنه. شما وقتی برمیگردید دوباره هیرو میخواد اتک بده یه کوچولو دیلی داره، ولی شما مستقیم بایستید اتکتون رو بدید راحت‌تر میتونید یونیت بزنید. بعد اینا حسیه، بر اساس یونیت هایی که دورتون هست میبینید چقدر دمیج دارن زیاد میزنن. یونیت ها زیاد بشه لذتتون سخت‌تر میشه. سعی کنید بعضی موقع که اصلا نمیتونید اینا رو با کویل بزنید. حالا اونم باز بستگی به خودتون داره، تمرین کنید با هیروهای دیگه، چون هر هیرو لسیدهای مختلفی داره، دمیج‌های بالا پایینی دارن. شما مثلا با شمن راحت میتونید لسید کنید چون دمیجش 2 برابر فیکس سفه بیس دمیجش. مثلا یه کل میدید جفتشون رو میزنید، یه دینه میدید، سمت یونیت باشید. سعی کنید عقب و جلو هم بکنید، نمیگم نکنید، راحت میتونید یونیتاتون رو بزنید. و عقب جلو رو خب بچه‌ها یه چی بهتون بگم، مخصوصا کسایی که جلو بت رایدر دارن مثلا بت میکشه، شما میگید وای گایده شدن، واقعا این سوپریه. خب بت رایدر وقتی جلوتونه شما یه جا وایسید، زیاد عقب و جلو اینطوری بخواید بکنید به خودتون فشار میاد، چون یکی اون باعث میشه هیرو شما دیرتر به چرخه بیاد عقب. عقب جلو کردنتون باهاش خیلی سخته. مثلا مثل هیروهایی که جکیروید یا هیروهایی که هیروی مثل دسپرافت داره، خیلی زن کلشون دیر میچرخه اینا. یا مثلا سنتاره، مستقیم وایسید ایتکتون رو بدید رو یونیتتون رو میزنید. حالا لازم باشه بکتون رو باید بدید دیگه. هم بهتون بگم بچه‌ها، فکر کنید بت رایدر جلوتونه لولش 3 شده یا 2 شده اومده روتون که میخواد شما رو بکشه، شما هم تقریبا 200 اچ پی کم دارید، ماجیکتون مثلا ماجیکتون رو زدید درجه تیپی بدید اینجا، اگه نصف خون میشه یه سل بیارید بزنید دوباره برید لین، کار خاصی نیستش. لول 6 شد دیگه، 6 کرد دیگه بکنید دیگه، اونو دیگه منم نمیتونم اجازهتون بدم، خدا هم بده نمیتونه اجازهتون بده. خب اما بچه‌ها حالا بریم سراغ آیتم هاش. آیتمایی که دیگه خودتون دیدید من چیا میزنم، علنا دگر، پاور ترید، شرایطی ها. بود تراول هم قدیم خیلی میزدم، منم خیلی میزدم، ولی خب پاور ترید علنا واسه فارم کردن خیلی بهتره. بود تراول واسه جوین دادن بهتره، Our allies' مثلا town لینا رو پوش بدی جوین بدی. پاور ترید رو شما آبی میکنید، کویلاتون رو میدید، بعد سبزش میکنید اتک. سعی کنید با پاور ترید هم بازی کنید، هی عوض کنید، آبیش کنید، قرمز کنید، سبز کنید. موقعی که میخواید فرار کنید اچ پیتون کم، سند اومد شما رو بکشه، قرمز کنید بذارید اچ پیتون بره بالا. اگه دیدید خیلی سند روتون فشار میاره یه مجبورید یه بریسری چیزی هم میتونید بزنید. من اکثرا دقت کرده باشید من نمیزنم اصلا بریسر، سعی میکنم با ایولی چیزی اونم رو نجات بدم. حتی کلیمیر هم خیلی خوبه بچه جلوی سند، همینطوریش 15% لول بهتون نمیخوره، بعد شما فعالش کنید 64-65% بهتون تو اون ثانیه که وینید روتونه دمیج نمیخورید. یعنی علنا نصف دمیج سیخ 2-6 سندو ازش میگیرید، یا دمیج بهتون نمیده تو گلیمر. و عرض کنم به خدمتتون که گلیمر حتما بزنید، ایول بزنید، دگر بزنید. و دگر 6 چیز رو میخوام بهتون بگم، امو سفا تالنت هم دیگه مشخصه دیگه، این یه دونه راست 3 تا چپ تالنت های اسفیه که شما یه اسپلش میکنید. کویلاتون رو میدید، دبلیوتی هم بزنم، کلامون رو جمع کنید. کویلات هم دیگه میدونید دیگه رنجش تا اینجاست، 2 هم اینجا، یکم که اینجا. اونو دیگه خودتون باید تمرین کنید. دگر میکنید خب صورت هیروتون رو برگردونید، کویل رو بدید، خیلی Our ساده است. warriors have engaged the enemy. یعنی مثلا خودم ریدم نمی دومی. الان یکی میاد کامنت میذاره من یکی باید به خودت یاد بده صفا. Our warriors have engaged the enemy. حواستون باشه، آقا نیمش هم الان بهتون میگم.
خب اما بچه ها این انمی شما میخواید برید، میتونید اینطوری برید زیرش پیش بدید. خب که زمانایی که مثلا طرف اورچید داره یا بیلینک داره بهتره. چون شما بخواید از دور بیایید مثلا بدید، شاید احتمال اینکه مثلا یه منفی 30 بزنم کله کیوایت اینجا. شما مثلا بخواید اینطوری بیاید مثلا بدید، احتمالی که بیلینک کنه هستش. خب شما وقتی میخواید ایول بدید 6 کنید، ایولو که دادید وای میسید بعد 6 یه چند ثانیه، یه ثانیه هم نمیشه، 8 ثانیه. ببین دیگه شما میزنید دیگه حسیه، یعنی دیگه اینطوری نیست که شما بشید ایول کنم بشمارم بعد بزنم، نه شما ایولو میکنید طرف رفت بالا شیشو میکنید. یه نکته که میتونم بهتون بگم که شما راحت تر بفهمید، راحت تر 6 بدید، نه دیدید ایول کردم رفت بالا رسید به ته تهش، یعنی ایول میکنی اینطوری میره بالا دیگه، رسید به آخراش شما شیشو بدید. اینجور شیشه هم که میبینید نصف دمیج میده، میدونید کجا به درد میخوره، اینم باید یاد بگیرید. زمانی که انمی مثل کوید اورچید داره نمیتونه اورچید رو شما بندازه، به احتمال حالا 90% من تست کردم. میدید چیز خاصی نداره، فقط بازی کردن و تمرین کردن. خودتون برید آقا اینطوری یه نیو بسازید، بزنید یاد بگیرید، بعد برید تو بازی. تو بازی واسهتون سخت میشه، ناامید میشید. خب اما بچه‌ها بریم سراغ آقا نیمش. خب آقا نیمش هم که دیگه میدونید دیگه 10 تا سول بیشتر میده. خب یه دگر اینتل هم بزنیم که همه میزنن. خب با دگر اینتل هم میتونید یه شیشه خاص بدید، حالا من لحظه آخری میدم ولی خب بازم نشد، یه ذره سخته. این شد، میدید وای میسید. خب بچه میبینید شیشه که میده سولا بیشتره موقعی که میره، یعنی دمیج زیاد میزنه نسبت، یعنی 10 تا سول بیشتر میره باز میشه. برگشتش هم که به هر کی دمیج بزنه برگشتش هر چقدر دمیج بیشتر باشه به اچ پی شما اضافه میکنه. دمیج من کم شه، مثلا من 6 کنم بره بیاد اچ پی من پر شد. اینم آقا نیمش. الان میگن محمد آقا نیمش سوپره چرا نمیزنی؟ به جلو هیروهای وید آنتی دیگه باید رفرش جوابتر حالا آخر بازی. حالا هیروهای دیگه هم هست مثل بت بات لینک رو برید، این آیتم های واجبتر با این مثلا بزنی دمیج بیشتری میدی، ولی اگه خف بشی دیگه اینم به درد نمیخوره. آیتم بعدی که شرایطی سخت بود بی کی بی، حتما استاندارد داشتن بی کی بی نداشتن. اگه خیلی خوبید بدون بی کی بی بیلیمیر دگر شیش. شرایطی گفتم میتونید لینک بزنید، رفرش بزنید، آقانی میتونو بندازید. اما بچه ها یهو سیستم خاموش شد، در حال توضیح دادن بودیم، نمیدونم نوسان برق ایجاد کرد چی شد یهو سیستم خاموش شد. خب اما بچه ها اینجا بودم که داشتم آیتما رو بهتون میگفتم که چیا بود. رفرش رو اینجور چیزا بید بچه ها. بعضی از آیتما به نظر من واجبه، بایدیه، یا شما به اسف بزنید. 1 دگره، 2 ایوله، خب 3 اینکه رفرشه. به نظر من رفرش جزو اولویت اسف قرارم، واقعا خیلی سوپرش میکنه. و دیسک هم میتونید بزنید، دیسکتون فعال میشه، میتونید دوباره رفرش کنید دوباره دیسکتون فعال شد. 2 تا دیسک دارید. و آیتم های دیگه هم که مثلا مثل ابیسال شما میتونید بزنید. ابیسال هم که سمیروهایی مثل آنتی وید حالا نمیتونید بگیرید انمیو. یورسا مثلا شما نمیتونید ایور 6 بدید، 6 میده. تنها آیتمی که مثلا جلو یورسا خوبه ابیساله، ولی اونم میتونه یه آقانیم بیاره بگاتون بده. باز شرایطی شما حالا باید
جلوتر از اون باشید، ولی خب این کارم میتونه کنه. ولی خب جلو یورسا از ابیسال بهتر هگزه. یورسا آقا نیم میاره تو هر استانی میتونه 6 بده. تنها چیزی که نمیتونه یه هگزه، یه اورچید بندازید روش. تو هگز نمیتونه، تو کرنو وید میتونه، تو مگیوس میتونه 6 کنه، تو بترایدر میتونه 6 کنه، ولی خب هگز کنید نه نمیتونه 6 بده. و اما بچه‌ها یه هیرو مثلا میاریم، حالا مثلا اینو فکر کنید، حالا ویدی، حالا منفی دی میزنی فقط سنتار میره. عرض کنم به خدمتتون که میخواید مثلا لینکشو بپرونید، انمی لینک داره، شما میگید وای لینکش اومد، من چه غلطی بکنم الان، نمیشه اینو چیز کرد. بذار یه کیل بگیرم، این سول زیاد میده. یه بزنم 10 بدم 10 بدید. خب اما بچه‌ها فکر کنید، البته باید ویژن داشته باشید، این کار رو رفلکس می‌خواد. مثلا شما باید یه وارد مثلا داشته باشید، انیمی رو ببینید، مثلا یهو وارد ندارید اینجا، مثلا انیمی دیده میشه، مثلا الان که وارد یا میپرد اینجا بالا سیاهی میشه دیگه، شما یه پله پایین ترید. حواستون به اینجا باشه. من خودم سوتی دادم. فقط یه مشکلی که هست، الان باید من یه لینک بزنم به این آقا بدم ببینم یا ایتم مفتی بعد WTF هم برداریم که خب امو سنتار رو میپرید CC ابیسال 6، اینو باید ثانیه‌ای بزنید. بعد میبینید را میرم باهاش، هیروهایی که مثلا همون بچه‌ها چیزن مووند اسپیدشون بالاست، شما مثلا 6 رو میدید نمیرسید کویل 1 رو بدید. خب سعی کنید باش را برید، کویلاتون رو بدید، زدید را برید. این یه قدم ازش جلوتر بودم. رفرش دوباره دگر، دوباره 6. شما میتونید 2 تا دگر کنید دیگه، مثلا شما اینجایی دگر رفرش میگم چرا خوبه، فایت اینجاست، شما خب اینجا تا اونجا بشید پول میکشید دیگه، میایید یه دگر یه رفرش یه دگر میرسید اینجا شیتون رو میزنید، نه اینکه برید دگر کنید چیز کنید بگاه بدید، به جای 2 تا دگر یه دونه دگر کنید ها. دگر رفرش دگر 6. ابیسال هم میتونید بندازید کویل بدید، بکنم بشه ابیسال رو انداخت، یه کویل داد بعد 600. نه نمیشه، از استان در میاد، سانگ هم که داشته باشه از استان در میاد. خب اما بچه ها فکر کنم به پایان ویدیوی آموزشی امو اسف. حالا یه چیزی دیگه دگر آرکین هم که دارم، من کاری ندارم، بذار بزنم، میگم دارم باید بزنم. ببینید بچه ها، شما استک که میگم استک های اسف اینه، ببینید هر دفعه کویلام قوی تر میشه، ببینید چقدر دمیج میده، الان 2400 تاست، 600 تا دمیج داد. نمیدونم حالا خودتون بشمارید با چند تا کویلی که حالا قوی ترش کردم، ببینید چقدر مثلا چیز کرد، چند تا کلی آنق افتاد. حالا با اگه این تله مثلا سریع‌تر هم میتونید بزنید، خودتون بشمارید ببینید چند تا شد، که با چند تا کلی میتونید دیگه آنق بندازید باعث اینقدر کویل شاخه. حالا اتر هم که بیارید دیگه، اتر رو کلا جمع کردم باعث آیتمای بهتری میشه زد. خب فکر نکنم بچه چیزی دیگه مونده باشه. آیتم اصلی رو که گفتم، ما بقیش BKBه. BKB فکر کنم روز به واجبات دیگه BKB باید بیارید. حالا بعضی موقع استانشون خیلی کمه، نیاز نیست، به جاش با گلیمیر بتونید بازی کنید بهتره. لینک هم که جلو بت و سند و حالا لیون و اینجور چیزا بیارید، ولی جلو پاک حتما BKB برید، با اینکه چیز نداره به خاطر شیشش میگم بگاه نرید. آیتمای دیگه هم که شرایطی دیگه، باز بستگی به خودتون داره. بعد بچه من هر هیرو رو آموزش رو اول ویدیو میگیرم میذارم، گیم بعدی که میخوام بزنم همون هیرو، یعنی یه آموزش میذارم یه دونه گیم پلس همون هیرو، یعنی من بلاد اومدم آموزش دادم، گیمی که میخوام بگیرم از بلاده،
روزا اینو آپلود میکنم بچه‌ها ساعت 1. حتما ببینید. امیدوارم به دردتون بخوره. به جای اینکه 2 تا گیم پلی بذارم یه آموزش میذارم، یه دونه پس همون هیرو که آموزشش دادم. چیز دیگه فکر نکنم اما بچه‌ها مونده باشه. آهانیم هم که بهتون گفتم دارم فکر میکنم یهو نبندم برم یادم بمونه. بود تراولم که طبق معمول میدونید. دیگه حالا شاید یه ویدیوی جدا هم واسهتون اما بچه بگیرم کل آیتما رو مثلا بهتون توضیح بدم، مخصوصا آیتم مثل نالیفیر خیلی شاخه ولی یه باگی که داره جلو دیسک طرف فعال بشه بندازید میپره، ولی بندازید رو طرف انمی گست کرده دیسک هم داره، نولو بندازید گستش میپره دیسکش فعال شه نول شما که اینطوری نباید باشه. 2 تا 2 این باگو برداشته. خب بکنم چیز دیگه نمونده. بریم واسه گیم پلی عمو اسف.